الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. یکی از عبادت‌های بزرگ که مایه رضامندی الله تعالی می شود و خدای عزوجل از آن بسیار خوشنود می شود و انتظار پروردگار هست که ولی نعمت ماست، خالق و مالک و رازق ماست، شکر هست. الله رب العزت امر کرده به ما که ما خدا را به کثرت یاد کنیم و شکر پروردگار را انجام بدیم. چقدر در آیات قرآن شکر یافته می شود که الله می فرمایند که بندگان شکرگزار، بندگان قدردان قدر نعمت ها را بدانند و شکر صاحب نعمت را انجام بدن. الله خوشنود می شود که بندگان نعمت های الله را ببینند و نعمت های الله تعالی را یاد کنند که الله چه نعمت های به ما یاد داده است، به ما عنایت کرده. قرآن در بعض جاها، بسیار جاها مسلمانان را میگه که نعمت من یاد کنید، هم نعمت های مادی و هم نعمت های معنوی را، و بسیار جا انسانیت را خطاب میکنه، همه بشر را که نعمت های پروردگار را ببینند و نعمت های خدا را بدانند و نعمت خدا را شکر کنند. اگر ما همین نعمت ها را که در وجود ما الله تعالی گذاشته است یاد کنیم، همین نعمتی که در وجود ما، چه نعمت های ارزشمند و چه نعمت های قیمتی رب العالمین در وجود ما گذاشته است. همین چشم که من و شما دنیا را میبینیم، یک دیگر را میبینیم، چه نعمت عظیمی، چه نعمت بزرگی. و همین زبان که مطالب من را اظهار میکنیم با زبان و با یک دیگر حرف میزنیم
و همین گوش که حرف یکدیگر را میشنویم و همین عقل و فکر که من و شما چه را از راه تشخیص میدیم، اینها نعمت دست کمی نیست. این نعمت هر یکی به جای خود عظیمند. نعمت پای، نعمت دسته، نعمت های درون بدنه، القلب، کبد، کلیه، دست و تمام این نعمت ها هر یکی یک کاری را در بدن من انجام میده و اگر دچار اختلال بشه چقدر پریشان میشیم. یه دندان به درد بیاید، خراب بشه، آدم نگران و پریشان میشود، میدونه که نعمت را از دست داده و چه برسه به نعمت های کلانتر و بزرگتر وقتی که انسان از دست میده. نعمت عقل خدای نکرده آدم از دست بده دیگه هیچی، یعنی مرگش بهتره، بمیره. بهتر است از زندگی وقتی عقل نباشه. عقل کنترل بدن انسانه و انسان کنترل میکنه، ولی عقل که نباشه دیگه کنترل وجود نداره. کلیه این نعمت هایی که در بدنن و خارج از بدنن انقدر انقدر فراوانن که هیچ کسی نمیتواند حساب بکنه. خود قرآن عظیم الشان می فرماید و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نعمت خدا را اگر بخواهید حساب کنید حساب شدنی نیستن. مهم اینه، نکته مهم اینه که ما این نعمت ها را استحضار بکنیم در ذهن و شکر پروردگار را ادا بکنیم. روزانه نعمت الله تجدد می شوند و نعمت خدا نو می شوند و هنگامی که این نعمت ها نو می شوند ما این نعمت ها را شکر الله را تعالی را ادا بکنیم. برای نماز آمدیم اینجا، یک نعمت جدیده، یک رحمت جدیده. خدا را بندگی می کنیم و نظر لطف خدا شامل حال ما میشه، رحمت الله. بعد اینجا در قلب ما این نعمت حاضر بکنیم و شکر خدا را ادا بکنیم. آن حضرت هر صبح میشد، حدیث شریفی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم صبح دعا می کرد و اصبحنا و اصبح الملک لله رب العالمین. ما صبح کردیم و تمام ملک و پادشاهی صبح کرده برای پروردگار. تمام این پادشاهی جهان از آن الله و ما هم صبح کردیم، به صبح داخل شدیم و ملک هم به صبح داخل شده و ما صبح کردیم به نعمت پروردگار. اللهم لك الحمد و لك الشکر. الا شکر از آن توی و حمد از آن توی. فلك الحمد و لك الشکر. حمد و ستایش و تعریف این نعمتی است که انسان صبح بکنه و لحاظا برای توی حمد هم و شکر. معلوم میشه که حمد الله بسیار دوست داره کلمه الحمدلله و هر کسی در مقابل نعمت الحمدلله بگه در شکر پروردگار مبالغه کرده است. شکر و قدردانی الله تعالی. بعد وقتی که شام می شده آن حضرت مجدد می فرمودن امسینا و امسى الملک لله رب العالمین. ما شام کردیم و به شام داخل شدیم و همه ملک و پادشاهی شام کرده و بعد اینجا فلک الحمد و لک الشکر. پروردگارا حمد از آن توی، حمد و ثنای تو را بیان می کنیم و ستایش از آن تو و شکر از آن تو. هر نعمت سروران گرامی وقتی سر سفره حاضر میشیم
وقتی به خانه من داخل میشیم و چقدر انسانن که به خانه بر نمیگردن، چقدر انسانن که خانه ندارن، به سر سفره می نشینیم و چقدر انسانن که سفره ندارن و لحظه با مشکلات مسکن و با مشکلات سفره و لباس و اینها عرض کنم که گرفتارن. لباس نوی پوشیدیم، کفش نوی و هر نعمتی که جدید میشه به رخت خواب قرار میگیریم که استراحت کنیم. استراحت کردیم و از رخت خواب بلند شدیم. در همان نعمتها یه صبح و شام و شب و روز و لیل و نهار شکر الله تعالی را به جا بیاوریم. الحمدلله بگیم. اللهم لك الحمد، الله ولك الشکر. شکر ما آل تویه و حمد از آن تویه. و شکر و قدردانیه. فرزندانمون دیدیم، الله فرزند داد، فرزندانمون سالم میبینیم، سلامتی خودمون و خانواده و بچه ها شکر پروردگار را به جا بیاوریم. و چقدر انسانان که خودشون مریضان و چقدر انسانان که فرزندانشون توی بخش آسیو هستن و مراقبت های ویژن. چقدر انسانان که تصادف کردن و خون ریزی مغزی استخوانشون شکسته دارن، شکستگی دارن و انسانهای گرفتارن. گاهی ما بعضی مردم میایند و گرفتاریانشون میبینیم سبحان الله غرق دین و قرض خواهان ریختن بر سری او و حیرانه چه کار کنه. مریضی ها هجوم آوردن، بلا هجوم آورده، تهمت ناحق خورده، پرونده برایشون درست شده و انواع بلاها، انواع گرفتاری ها هستن. این انسان ها را میبینید شکر خدا. عافیت بالاترین نعمت پروردگاره که سید عایشه رضی الله تعالی عنها می فرمایند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض کردم یا رسول الله اگر لیلت القدر ما برابر شدیم تشخیص دادیم که امشب شب لیلت القدر، در لیلت القدر چه دعایی بخواهیم؟ آن حضرت فرمودند این بخوانید اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، المعافاة في الدنيا والآخرة. عفو و عافیت و معافات را در دنیا و آخرت انسان گرفتار نشه، آبروش نره، حیثیتش نرود، گرفتار آفات و مریضی نشود، گرفتار فقر و تندستی و ورشکستگی نشود. ورشکستگی های سیاسی، ورشکستگی های اقتصادی، فرهنگی و انواع ورشکستگی هستند. همه اینها فنا به الله تعالی ببریم. الله را ببینید عزیزان من، بر وقت تجدد نعمت نو میشن و همه ما سر تفغرقیم در نعمت های پروردگار. هیچ جای خالی از نعمت نیست. لہذا شکر پروردگار بسیار حیاتی و مهمه. و حدیثا یاد کنید که آن حضرت فرمودن سه خصلت هر کسی که در این سه تا خصلت داشته باشه او در پناه الله قرار میگیره، او در جوار الله قرار میگیره و الله او را ستر میکنه، بر رحمتهای خودش او را ستر میکنه، به رحمتهای الهی ستر میشه، مستور میشه در رحمت پروردگار و الله او را داخل میکنه به بهشت. هم در دنیا در کنف خدا لفظ قرار میگیره و هم الله او را بر رحمتهای ستر میکنه که کنف به معنی دامانه، کنف به معنی
جوار و کناره و سطر میکنه بر رحمتش، بهشت داخل میکنه. صحابه پرسیدن یا رسول الله این سه نعمت چه نعمت هستند؟ و این نعمت ها را آن حضرت صلی الله علیه و سلم تشریح کردند و الفاظ حدیث ایدهان: من اذا اعطی شکر و اذا قدر غفر و اذا غضب فتر. فرمودن هر کس اون انسانه که وقت نعمت به او برسه قدردانی میکنه، بنده شکر گزار نزد الله محبوبه و الله بنده شاکر دوست داره. من اذا اعطی شکر و اذا قدر غفر، هرگاه قدرت حاصل کنه بر دشمنش، بر مخالفش مغفرت میکنه، میبخشه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مردم معاف میکنه و خشم قرآن میگه فرو میبره. این سومی امینه که وقت غضب میکنه غضبش را کنترل میکنه، عملی و اجرایی نمی کند، به مردم حمله نمی کنه، به حیثیت مردم، به آبروی مردم حمله نمی کنه. وقتی غضب بکنه غضبش را مهار میکنه، کنترل میکنه، سست میشه. غضبش که میاد از این که به مردم بتازه. معلومه که شکر چه اندازه که در این حدیث آمده، بخشش چه اندازه و فرو بردن غضب چه اندازه. از این حدیث و احادیث و آیات اندازه بکنید که در اسلام جایگاه اخلاق نیک چه اندازه، عادات نیک و رفتار نیک و اخلاق نیک حیاتی و مهمه. و اگر شما برگردید به دنیا و جهان نگاه کنید، در هیچ تمدن و در هیچ فرهنگ دنیا انقدر اخلاق ارزش نداره و حیاتی و مهم نیست که در دین اسلامه. و ما اگر فکر بکنیم همه این احکام فرایض برای آنان که ما را بسازند، به وارستگی برسانند و ما را از لحاظ اخلاق وارسته بکنند. این اخلاقه که انسان شکر پروردگار. بدترین آدم بد اخلاق و بدخو همون انسانه که نعمتهای الله را شکر نکنه. آدم بدخو انسانه که به دشمنش مخالفش تسلط حاصل بکنه و رحم نکنه و کل و کم بکنه بگذاره، یا غضب بکنه و غضبش را اجرا کنه و عملی بکنه، بزنه و آبرو ببره و حیثیت ببره. لذا اینها بد اخلاقیان و رذائل اخلاق و زشتی اخلاق فراوانند. اینها از محورهای بزرگان و اخلاق مهمه و تاثیر گذاره. عفو و بخشش و گذشت و فرو بردن خشم و غضب و شکر پروردگار که نعمتای الله را ببینه و شکر خدا را ادا بکنه، اینها از مکارم بلند اخلاقی هستند و اینها نزد الله بسیار ارزش دارند. انشاءالله شما همه عزیزان به شکر الله و حمد الله توجه کنید. الحمدلله وقت نعمت بگید، در دلتون هم همیشه نعمتای الله را فکر کنید و اظهار عشق کنید به برگاه الله که الله نعمتهای تو انقدر زیاده که ما توانایی شکر نداریم. اون حضرت داود علیه السلام را الله فرمود اعملوا آل داود شکرا، ای خاندان داود شما شکر پروردگار ادا بکنید.
داود علیه السلام برای عبادت الله و ذکر الله برنامه‌ریزی کرد در خاندانش و شکر خدا را ادا کنند. این همه طاعت و بندگی و فرمانبرداری خدا در جهت شکر الله و پرهیز از گناه هم شکر الله، اتباع شریعت شکر الله، اتباع سنت تابعداری سنت هم شکر پروردگاره. حضرت داود گفت پروردگارا ما همه که توفیق شکر داشته باشیم همین نعمت تو است و ما نعمتای تو متسلسل و نمیتوانیم این نعمت شما را شکر ادا بکنیم. ما عاجزیم از شکر تو. هرچه شکر ادا بکنیم باید این شکر ادا بکنیم که توفیق شکر ادا دید. هرچه بندگی بکنیم باید شکر این بندگی را انجام بدیم که تو اینها را به ما توفیق دادی. پس کجا ما به تو شکر تو میرسیم؟ پروردگار فرموده داود این همین شکر است، همین که اظهار شکر ادا بکنی و اظهار، نه که ادا نکنی. شکر ادا کنی و بعد بگی من نمیتوانم، ما نمیتوانیم، ما عاجزیم، ما درماندهیم از شکر الله. همین شکر پروردگاره. الله من و شما را بنده شاکر بگردانه. او شخصی که وقت نعمت داده میشه شکر خدا را به جا می آورد و وقتی که عزیزان من قدرت حاصل کنه بر دشمن و بر ظالم خودش مورد ظلم قرار گرفته می بخشه و وقتی که غضب میکنه فرو میبری غضب را. و چهارمی در حدیث دیگه آمده وقتی ظلم میکنه بر دیگران استغفار میکنه و توبه میکنه و اذا ظلم فاستغفر، استغفار میکنه از پروردگار. لہذا این انسان در جوار رحمتای الهی است. الله او را ستر میکنه به رحمت، مورد حمایت خدای و در پناه خدای رحمت خدا او را ستر میکنه و روز قیامت او را به بهشت میبره. الله به ما توفیق عنایت نصیب کند و این بس صحبت تا آخر نرفت که وقت تمام شده است و لہذا همه عزیزان میدانند که من و شما امروز یا اول ذی الحجه یا فردا، چون دیشب غبار بود این جمعه را ندیدم، ولی دوستان در حال بررسی که ببینند که روز اول یا رویت نشده فردا اول میشه و لہذا در آستانه ماه ذی الحجه و عشره ذی الحجه که قرآن الله تعالی به این عشره سوگند یاد میکنه والفجر و لیال عشر. لیال عشر بیشترین نظر همینه که همین 10 روز ذی الحجه هست و فجر یا فجر عرفات و بیشتر فجر روز عید، روز عید قربانه، صبح روز عید قربان که قربانی میکشیم و نماز ادا میکنیم و نماز برگزار میکنیم. الله سوگند یاد کرده به صبح روز عید و به 10 روز ذی الحجه که اینها بسیار ایام بابرکتی هستند و ارزشمندند. در این ایام فرصتن، این ایامی که حج برگزار میشه. حاجی ها آنجا در سرزمین مقدس جوار خانه کعبه هستند و دارن مناسک حج برگزار میکنن. برای جهانیان الله فرصت داده. من و شما که دوریم این سعادت نداشتیم، توفیق نصیب من نشد که به زیارت خانه خدا بریم. لہذا این عبادت 10 روزه برای ما اینجا الله قرار داده. هر روزه سال
میرسه ثوابش. و روز عرفات 2 سال الله تعالی ثواب عنایت میکنه. و عمل در این روزها، در این 10 روز انقدر ارزش داره که در هیچ ایام اینقدر فضیلت نداره. و حتی فرمود از جهاد در راه الله بالاتره. جهاد کسی خارج بشه با مال و جانش افضل عمل، مگر بره به جهاد و مال هم از دست بره و جانش هم از دست بره. بسیار ارزشمند این 10 روز عمل، ذکر الله، تلاوت قرآن، اعمال صالحه، خرج دادن در راه الله، دادن اطعام، کمک کردن به یتیم و بیوه و خانواده زندانی و فقرا و مساکین و مستمندان، به طلاب و مدارس دینی و مساجد، راهای خیر کمک کردن ارزش بسیار داره. انشاءالله این مطلب یاد میشه. و امروز اساتید از مدرسه کهوان تشریف آوردن و مدرسه کهوان مدرسه حضرت مولانا محمد عمر رحمه الله تعالی است. علامه مولانا محمد عمر یک شخصیت علمی و یک درویش ذاکر و صالح و متبع شریعت و تابعداری سنت، چقدر حریص بودم مولانا. و این درسگاه مدرسه یکی از بهترین مدارس استان ماست و شاگردان و فرزندان حضرت مولانا آنجا زحمت میکشند برای علم و دانش و برای اسلام خدمت میکنند. لہذا سری یک کله کوی هست که چه امکانات نیست، کهوانه و کوهای آهرانه. و عزیزانا لازمه بر همه من و شما که به مدرسه کمک کنیم، حمایت کنیم مدرسه را با دعایتون و با صدقه و خیرات و خرج کردن مال. این لیالی عشر و این عید قربان فرصت، این هر ساعت و هر شب و روز برای ما فرصت. از این فرصت حد اکثر استفاده را بکنید. به حج که نرفتیم اینجا خود را محروم نکنید، اینجا کوتاهی نباشه و سستی نباشه. الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کند. تشکر بدهکارم به جوانان عزیز، جوانان عزیز زاهدانی. فراخوان دادیم در این هفته غروب سه‌شنبه ماشاءالله سیل جوانان سرازیر شد. به مسجد و جا نبود که کجا بشینن. و حقیقتا این نسل جوان و جوانان احترام کنید مردم عزیز، برای جوانانتون حرمت قائل باشید، محبت کنید با فرزندانتون، با جوانانتون و جوانان به راه درست و صحیح راهنمایی بکنید. جوان انرژی داره، انگیزه خیلی خوب داره، اما نیاز به ارشاد و راهنمایی داره، نیاز به شفقت داره، نیاز به محبت داره. جوانان باید دریابیم، با اونا محبت کنیم و برای شغلشون و کارشون هم من و شما فکرمند باشیم. جوانان مایه عزت ما، سربلندی ما هستند. جوانان مایه افتخارند. جوانان ما اگر با اخلاق اسلامی آشنا باشند، پایبند دین باشند، پایبند تقوا باشند، خدا را بندگی بکنند، با خدا باشند، جوانان ما زنان جامعه ما افتخار ما هستند. اگر با عفت باشند،
اگر با اخلاق اسلامی باشند، اگر علم و دانش کسب کنند و اگر حیا که بهترین زیوره و زیباترین لباس زنان و مردانه، جوانان ما و زنان جامعه ما در پوشش لباس حیا باشند، برای ما بسیار ارزش دارد. ما باید دل بسوزیم برای جوانان، ما باید دعای خیر بکنیم برای جوانان، ما باید جوانان دریابیم، علما باید جوانان دریابند، تحصیل کردگان و ریش سفیدان و مادران و پدران و خویشاوندان جوانان داری. انشاءالله ما بتوانیم و خدا ما را کمک بکنه برای جوانان برنامه ریزی بکنیم، جوانان برن دنبال علم و دانش، کسب و کار، یاد گرفتن هنر و حرفه. این قانون کارآموزیه، فنی حرفه‌ایه، برن آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن و مهارت کسب کنند. کار فراوانه، اما کسی باشه که کار بلد باشه، کار بلد باشید و برید دنبال حرفه، کار، شغل. الله شما را حفظ کنه و معید بدارد. دیشب یک اتفاق ناگواری پیش آمد که دو تا جوان درگیر شدند و یکی به دیگری چاقوی زدند و یک دو تا چاقو و دقیقا من حادثه را دقیق نمیدارم، ولی او جوان شهید شدند، کشته شدند. و اتفاق خوب این بد بود، ولی خوب این بود که همون چند ساعت نگذشت که قاتل تحویل مقامات قضایی شد و این فدیده خوبی بود. و چند روز پیش از این اطراف زاهدان در یک قبیله معروف هم درگیری پیش آمد که تعداد جوان درگیر شدند و یک نفری کشته شد و چند نفر زخمی شدند. بلا فاصله دو نفر که در رسانه بودند و تیراندازی کرده بود و یکی هر دو تا را گرفت، هنون جنازه در بیمارستان بود، تحویل دولت دادند، تحویل مقامات قضایی. اتفاقات خیلی خوبه، به امنیت کمک میکنه و هشداری است که هر کسی جنایت کنه باید پای حساب همون باشه، همون باید بره قصاص بشه، همون باید بره به زندان بیفته، همون باید مجازات بشه که جنایت کرده. توصیه من همین اتفاقا قاتل به اینجا پیش من آوردم، گفتن شما او شب جلسه بودید؟ گفتم بله من بودم. گفتن نگفتم به شما که چاقو همراه نبرید، سلاح همراه نبرید، کمر شکن نبرید، کارد نبرید؟ چرا تو کارد برد؟ گفتم من کارد نداشتم، دم دکانی بودم، با هم که درگیر بودم اونجا کارد بودم دکان برای فروش، من از این کارده یکی برداشتم. لحظه عزیزان، جوانان مجدد شما را توصیه می کنم که سلاح برایتون نباشه. بعضی میگه ما سلاح برمیداریم که آقا دفاع کنیم، نه دفاع نمیشه. شما وقتی خشم بکنید چاقو را میکشید و تهاجم میکنید. تجربه همین نشان داده. عصبانی که بشه از کوره آدم در بره. جوانان توصیه کنید که سلاح بر ندارید. من لذت بردم از یک خانواده که وقتی دیدم فرزندشون که برادرزاده‌اش را دید، یا عزیزی را که در ماشینش چوبی هست و در ماشینش کاردی هست، سلاحه، ماشین توقیف کرد و گفت تو اصلا نمیدی ماشین مال خودش بود، نگذاشت که ماشین سوار بشه. گفتم ما خانواده با شرف زندگی کردیم، نه ما چاقو کش بودیم، نه ما آدم جنگ و اختلافی هستیم. تو چرا اینا را توی ماشینت گذاشت؟ جوانان نگذارید چاقو بردارن، چاقو را توقیف کنید، سلاح را توقیف کنید. جوانی عصبانی میشه، آدم میکشه، پرده میره قصاص میشه، فساد درست میشه. الله توفیق عنایت کنه.
کارد و چاقو و سلاح همه در خانه باشه، با خودم را نبرید. و اگر جای کسی شما را بزنه ولی شما کسی را نزنید. اگر چاقو نبود این جوانا یک دیگر را مشت و لغتی میزدند، اما قتل پیش نمی آمد. 2 نفر هم از دست نمیداد، یکی قتل بود، یکی کشته شده، دیگری هم قصاص میشه فردا. 2 نفر از دست من بود. الله تعالی توفیق کنه. وقت زیاد و صلی الله علی سیدنا محمد.